خب رفقا، آموزش امروزمون درباره اینه که ما توی کمپرسورهای پیستونی باید چه مقدار روغن بریزیم. خیلی ها سوال کردن که آموزش امروزمون فقط برای کمپرسورهای پیستونیه. خب نگاه بکنید، حجم وقتی زیاد بشه مثل کوپلند مثلا CR42 CR36 حجمشون یکم زیاده، پس روغن بیشتری میگیره. تکامسه و کورترون حالا چه از 18,000ش تا 5542ش حجمشون یکیه. شما توی کورترون تکامسه از 5524 تا 5542 یک لیتر روغن باید بریزید داخل این کمپرسور. برای کوپلندا که حجمشون زیاده باید 1 لیتر و 300 سی سی، 1 لیتر و 250 سی سی، 1 لیتر و 200 سی سی روغن بریزید. خب حالا کوپلند مثلا CR24ش CR30 حجمشون کوچکتره و به اندازه کورترون و تکامسه است. توی اونا باید 1 لیتر بریزید. اینا رو دقت کنید، یادداشت کنید. توی بریستول، توی کمپرسورهای بریستول از مثلا B24 تا قبل از A42 که یکم حجمشون به اندازه اینا هست، به اندازه کوپلند هست، توی بریستولا که حجمشون زیاده مثل این کوپلندا 1 لیتر و 200 سی سی تا 1 لیتر و 300 سی سی روغن بریزید. اونایی که حجمشون کوچیکه مثل 18,000 24,000 27,000 حتی 30,000ش شما 1 لیتر بریزید. A42 به بالا که حجمشون بیشتره 1 لیتر و 200 سی سی، 1 لیتر و 300 سی سی باید بریزید. توی پست‌های بعدی درباره اسکرول و کمپرسورهای روتاری براتون توضیح میدم.